مهاجر چیست؟ سحرگاهی ز بازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را با پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نفس پاییدم. بدو گفتم ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفت آری، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسه بر رخسارش و غمگینانه افزودم اگر در یک شبی تاریک مشتی دزد رفتند خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان برون آیی و شبها را بر روی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی. مهاجر میشوی دلبند، مسافر میشوی فرزند. سری شک تازی چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوهی روانش را مکدر کرد و آنگه گفت دانستم مهاجر آدمی بی خانه را گویند و من مصرع شعر سادش را ساختم تک بیت. چو در زیر لب افزودم نیکو گفتی عزیز من، مهاجر آدمی بی خانه را گویند، مهاجر قمری ویرانه را گویند، مهاجر قمری ویرانه را گویند.